گفتم کاظم بهترین دوستمه. بهترین دوستت کاظمه؟ آره دیگه. شهرام چی شد؟ تو من دوست نداری؟ تو رو که من از همه بیشتر دوست دارم. نه گفتی بهترین دوستم کاظمه. نه من تو دوستام گفتم. تو داداش منی، تو خانواده ای منی، تو چرا اینو بیشتر میزنی؟ این غلط کردی من از تو بیشتر دوستش داشته باشم؟ نیما ساکت شو. خجالت نمیکشی شهرام من ناراحت میکنی؟ من الان چیکار کنم با ناراحتی شهرامم؟ ببین کسی که باعث بشه لب شهرام من اینجوری بلرزه بغض کنه با من اینجوری حرف بزنه من زندهش نمیذارم. تو گفتی بهترین دوست. گفتم حرف نزن. چرا میزنی؟ من براتون بستنی گرفتم. کسی حق نداره سر نیمام داد بزنه. کسی حق نداره بین من و نیمان فاصله بیاندازه. بیانداخته دیگه. رو دادیم بهش فاصله بیانداخته. بابا دیوونه این شما.